چوپانی ماری را از میان بوته‌های آتش گرفته و نجات داد و در خورجین گذاشته و به راه افتاد. چند قدمی که گذشت مار از خورجین بیرون آمد و گفت به گردنت بزنم یا به لبت؟ چوپان گفت آیا سزای خوبی این است؟ مار گفت سزای خوبی بدی است و قرار شد تا از کسی سوال کنند. به روباهی رسیدند و از او پرسیدند چاره کار را. روباه گفت من تا صورت واقعه را نبینم نمیتوانم حکم کنم. برگشته و مار را درون بوته‌های آتش انداختند. مار به استمداد برآمد و روباه گفت بمان تا رسم خوبی از جهان برافکنده نشود. نباید مثل چوپان خوب بود، نه مثل مار بد بود، باید مثل روباه بود و دانست چه کسی ارزش خوبی کردن داره. 3 اصل مهم در زندگی: هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبش رفاقت نکن، درد و دل نکن، شوخی نکن، حرمت‌ها شکسته می‌شود. هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبش خوبی نکن، محبت نکن، لطف نکن، تبدیل به وظیفه می‌شود. هیچ وقت از کسی بیشتر از جنبش خوبی نخواه، کمک نگیر، انتظار نداشته باش، تبدیل به منت می‌شود.